سلام علیکم. چطور هستین؟ خوب هستین؟ اشناختم شما رو. ما رو نشناختین؟ ما از یک جای دور آمدیم. ما رو دیدم از اون طرف میایین گفتم یک سلام بدم براتون. خود معرفی کنید که ما بیشناسم. نه ما شما نمیشناسین. چی میفروشین گوگو جان؟ این بسته موادایی که روی کراچی تان هستن چند است قیمتش؟ همین شازتون بخرم. این 50 رو حساب میکنم. الان من 50 رو پا. این 5 رو حساب میکنم. دایر 6 تا سودا میکنم 7 میتون. بسیار خنده کردیم ما دو یک دانه زیاف میتون. دایی در رو کم میکنم. طفل دارین؟ یکی خودم هستم. تو خانم یا بریم مولد ما دستو یک نشون میکنیم. اجازه است؟ بسم الله. السلام علیکم. این خانه ایتان است؟ اجازه است؟ این خانه ایتان است. خیلی زندگی ماست. عادی زلزله رقم شده. ولی میتون اینو بالا سری تا مور خوردگی سال چاپا نشو گفتم. چند سال هستین کوکو جان؟ 66. اوی دیوالایتان قیمتایش که جور کنن همه یک جای چند میشه؟ نه ما رقمی نمیکنم می بابا ما حالی سری حالا هستم رقم باشه خودم میکنم اونجا ان شاء الله کوکو جان. نه کوکو جان. خدا بزرگ است. خدا بزرگ است. بشین. نامتون چی است کوکو جان؟ گل محمد جان. مرا پیشتر پرسیدین که آیا ما رو میشناسین یا نه؟ ما از خارج آمدیم. دوستای مجا یک چند روپیه پیسه کمک کردن. گفت برو وطن دیدی هموطنایی که نیازمند هستن این پیسه رو بر شما. خدا نخواسته کنم دو سرز چاپا نشود. درست است کوکو جان. مثلا اگه اون پیسه پیش ما چقدر است؟ 1000 2000 3000 4000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 و نیم. اینه کوکو جان. طرف دوستا یک توفه هستم. این را لطفا قبول کنین و با مادر جان یک چیز صحیح درست کنین. بفرمایید کوکو جان. این دوباره پشوی میکنیم. روز سه شنبه روزه است. روز یک شنبه روزه رو نیت میکنیم. دو وقت دعا میکنیم. یک روز درست پیش روزه رو نیت میکنیم. دو وقت دعا میکنیم. صحیح است کوکو جان. امر خدمت باشه. دو وقت دعا میکنیم. خود بسیار خود نگاه میکنیم. مهمترین چیز یک انسان نفس است. یک آدرس برای ما میتن شما رو باید یک میمونی بیتم. خدا هیچ کس نمیتونم آدرس بتم اما اشخاص که میبینم تمام کمک میکنم دست پلاخوریشانو میگیرم خداحافظی میکنم جان. امر خدمت باش طرف ما. برین خداحافظ.